سلام بچه‌ها. امروز من توکبوکی گرفتم با نودل، میخوام براتون تستش کنم. امیدوارم که دوست داشته باشین. داخلش از اینا داره. دیگه چی داره؟ این پودریه. این بازم پودر. خب داخلش گفته که تا اینجا باید آب بریزیم و 2 دقیقه بذاریم توی مایکروویو. خب من آب جوشم آوردم که بریزم روش. فقط من نمیدونم کدوم پودرش صوص فلفلش میشه یا حالا پودر فلفلشه که کمتر بریزم. امیدوارم تند نشه. الان این مدلشو گرفتم. هویاتش میشه توی خود توضیحاتش گفته بود که پیازچه و تخم مرغ سفید و ماهی و یه همچین چیزایی باید این پودر باشه. این یکی پودر ما بریزیم. بچه این من بوش کردم یه بوی فلفل میده ولی فلفل شیرین. حالا نمیدونم باید کمتر بریزم یا نه، ولی من همه رو میریزم. حالا اگه تند شد به شما میگم که شما همه رو نریزیم. تو همین کم بریزم شاید کم مزه بشه اینا. حالا نمیدونم این چیه؟ نوشته که don't eat. خوراکی نیست، حتما برام نگه دارنده و ایناست. خب تا اینجا باید آب بریزیم. زیاد شد فکر کنم. احتمالاً یکم زیاد ریختم ولی خب اوکیه. درش رو میذاریم توی مایکروویو 2 دقیقه گفته. حالا ببینم برای 2 دقیقه چکش کنیم ببینیم چه شکلی. خب بچه‌ها من یکم هم از دستم در رفت. چند دقیقه بیشتر شد، فکر کنم 4-5 دقیقه شد که توی مایکروویو بود. اینم بگم که اگه مایکروویو ندارین میتونین بریزینش محتویاتش رو با همون قد آبی که باید توی قابلمه بذارین روی گاز که بپزه. درش رو باز کنیم ببینیم چه جوری شده. این محتویاتشه. بچه یه بوی فلفل شیرین و تندی داره که من تستم نکردم. الان براتون تست کنم ببینم مزهش چه مزه‌ایه. مزهش خیلی مزه انیمه‌ایه. نمیدونم چجوری براتون توصیفش کنم. یه مزه فلفل تند و شیرین که گفتم، روبه گوجه و اینا. خود دوکبوکیه خیلی نرمه بافتش و من خیلی دوست داشتم. لذیذه، خیلی دوست داشتنیه دیگه. بوشم خوبه، تندیشم به اندازه است. یکم تند هست ولی شیرینی هم داره و خوشمزه است. حالا من میذارم نودلم هم آماده بشه، میارم باز ببین. بچه‌ها من نودلم آوردم، اینم بریزم، هم بذارم بعد شما نوش نگاهتون.
خب بچه‌ها من این نودل رو یه مقدارش رو با دوکبوکی قاطی کردم. بهترین حالتش این بود که قاطی کنی و خیلی خوش‌طعم میشد. یعنی قشنگ مزه نودل رو 100 برابر بهتر میکرد. خیلی خوش‌طعم‌تر شد. بوس بهتون.